سلام دوستان، امروز میخوام از یک آزمایش عجیب و دیوانه‌وار برات بگم که چجوری یک عده روانشناس دیوانه دو گروه افراد مورد آزمایش رو کتک زدن و نهایتاً هم یک نتیجه شگفت‌انگیز رو ایجاد کردن. برای فهمیدن نتیجه این آزمایش تا انتهای ویدیو با من همراه باش. این روانشناسای دیوانه تصمیم گرفتن روی دو گروه از افراد یه آزمایش عجیب رو انجام بدن. کتک زدن. آره درست شنیدی، کتک زدن. گروه اول رو کتک زدن. کتک زدن گروه اول که تموم شد رفتن سراغ گروه دوم. گروه دوم هم کتک زدن. ولی یک تفاوت خیلی جالب بین این دوتا گروه وجود داشت. برای کتک زدن گروه اول هیچ دلیلی ارائه نکردن. گفتن همینجوری دوست داشتیم شما رو بزنیم. ولی برای گروه دوم دلیل آوردن و گفتن این کتک زدن دوره مقدماتی یک آمادگی جسمانیه. با این کتک زدن عضلاتتون تقویت میشه، آستانه تحمل دردتون بالا میره و قوی‌تر و شکست ناپذیرتر میشین. این آزمایش چند ماه ادامه پیدا کرد و حسابی این بیچاره‌ها رو کتک زدن. اما یک نتیجه خیلی جذاب داشت. انگشتت رو بزن روی سابسکرایب و لایک تا کتکت نزدن. منم الان نتیجه این آزمایش رو برات میگم. نتیجه این آزمایش دیوانه‌وار از این روانشناس‌های دیوانه این بود. گروه دوم همونطور که بهشون قول داده بودن بدناشون آماده تر شد، ورزیده تر شدن، کیفیت زندگیشون بهبود پیدا کرد. اما گروه اول در کمال ناباوری گروه اول افسرده شدن و بیانگیزه، چون چرایی عذابی که کشیده بودن رو نمیدونستن. گرفتی با تعریف کردن این آزمایش چی میخواستم بهت بگم؟ رفیق، میخوام بگم اگه تحت فشاری، اگر زندگی سختی رو داری تحمل میکنی، اگر زمین و زمان دارن بهت میزنن، فقط با پیدا کردن چرایی زندگیت و با فهمیدن این که با تحمل این عذاب چجوری میتونی رشد کنی، چجوری میتونی چند پله کیفیت زندگی تو ارتقا بدی، معنی زندگی برات عوض میشه و از افسردگی نجات پیدا میکنی. ولی اگر بشینی و نفهمی که چرا داری عذاب میکشی و این سختی ها رو چرا اصلا داری تحمل میکنی، میمیری و هیچ وقت معنی زندگی رو درک نمی کنی. میمیری و هیچ وقت لذت رشد رو تجربه نمی کنی. میمیری و هیچ وقت زندگی نمی کنی. مرسی که تا اینجا با من همراه بودی و امیدوارم از این کلیپ لذت برده باشی. تا آزمایش های بعدی دیوانه‌وار، خدا نگهدار.